تو همین عادت عجیب و داری که وسط کلی کار مهم بی اختیار میری سراغ شبکه‌های اجتماعی تا اخبار سیل و زلزله و فاجعه ها رو دنبال کنی؟ یه راز عجیب درباره این رفتار وسوسه انگیز وجود داره که دونستنش میتونه تو رو از یه اعتیاد پنهان نجات بده. مغز ما آدما به بدبختی دیگران به چشم اطلاعات بقا نگاه میکنه. مثلا تصاویر یک سانحه هوایی رو میبینی، کلی میترسی ولی نمیتونی چشم برداری، چون غریزت بهت میگه بذار ببینم چی شده، شاید بعداً به دردم بخوره. از طرفی ما آدما به طور ناخودآگاه از مقایسه درد بقیه با زندگی خودمون به یه آرامش کاذب دست پیدا میکنیم و اینجوری میشه که ساعتها پای تصاویر تکان دهنده فاجعه ها میشینیم. با من بمون تا رازای عجیبتری رو از ذهن انسان برات فاش کنم.